شماره 32 بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمان و یا رحیم یا ارحم الراحمین. السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام برحمت الله و برکاته. السلام علیک یا علی اصغر امام حسین علیه السلام و رحمت الله و برکاته. بار لاهان شب اللال و هنگام ممات هر زبانی که فرستد بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا الله. ای غنچه گلابم، ای غنچه گلابم، تو شدی پر پر به چه جرم و گناه. ای علی اصغر، ای علی اصغر سلام الله علیه. ای غنچه گلابم، تو شدی پر پر به چه جرم و گناه. ای علی اصغر. آخه در میان علقمه افتاده دستی بی صدا، دست عباس علمدار کربلا. ای وای ای وای آه و ویلا، آه و ویلا یا ابوالفضل عباس قمر بنی هاشم. ای وای ای وای ای روزگار، ای روزگار، ای دنیای بی وفا. آخه ابوالفضل عباس خود را رسانید به شریعه فرات، به شریعه شط فرات. کفی از آب برداشت که بنوشد، یادش آمد از تشنگی برادرش حسین. ای وای فرمود نخورده آب، آی گلستان حیدری کجا باشد روا تو آب نوشی ای عباس. ای وای آب ریخ بر روی آب، فرمود عباس نخورده آب گلستان حیدری تشنه است عطشان است برادرت حسین زهرا. کجا روا باشد تو نوشی آب ای عباس. ای وای ای وای ای وای آب نخورد و آب ریخ بر روی آب. از شط فرات آمد بیرون خود را بزد بر قلب لشکر دشمن. یا زهرا، یا امیر المؤمنین، یا امام حسین علیه السلام. ای وای ای وای ای وای عمر 4,000 سرباز
موکل آب کرده بودن که عباس آب به خیمگاه حسین آب نبرد. ای وای ای وای، دشمن دور عباس گرفتن. آه یکی شمشیر میزد به عباس، یکی تیر میزد، یکی نیزه میزد به عباس. ای خدا ای خدا، عباس مثل شیر می جنگید. ای وای روزگار، یک نانجیبی از پشت نخلی آمد، شمشیر زد، دو دست عباس از تن جدا نمود. ای وای یک تیر زد به مشک آب، مشک آب عباس به دندان گرفت. شاید آب رساند به موکب عطشان کودکان حسین. ای وای ای وای، آب ریخت بر زمین. آه اینجا بود که عباس، آه اینجا بود امیدش ناامید شد. خدایا به حق ابوالفضل عباس هیچ کس امیدش ناامید نشود در دنیا و آخرت ان شاء الله. ای وای آی آی آی، تیر زدن بر مشک آبش. ای وای صدا زد برادر جان حسین، برس و فریادم که من هم رفتم، خدا حافظ. آی آی امام حسین تا صدای برادرش عباس شنید، مثل شیر قران خود را رسانید بر سر بالین عباس. سر عباس را به دامن گرفت، فرمود برادر جان عباس، الان کمرم خم شد ز مرگت ای برادر جان عباس. ای وای ای وای، صدا زد ای جوانان بنی هاشمی، بیایید نعش عباس را بر در خیمه رسانید. ای وای ای وای ای وای، خدا داند که من طاقت ندارم نعش برادرم عباس را بر در خیمه رسانم. ای وای ای وای ای وای ای، ذاکر رئیسی امید شفاعت در روز محشر و قیامت، قبر و محشر و قیامت، از امام حسین و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و ابوالفضل عباس ان شاء الله دارم امید شفاعت ان شاء الله. الا لعنت الله على القوم الظالمین. بر خاتم انبیا محمد مصطفی را صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا الله. و شاه قوت الله حضرت امام رضا را صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا الله. باد بر مصطفی و اولادش تا صف حشر دم بدم صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا الله. به مادر حسنین خیرت النساء فاطمه زهرا را صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا الله. این جانب مداح و خادم اهل بیت علیه السلام علی محمد رئیسی در شیراز، از همه برادران، خواهران، دوستان، آشنایان، شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز التماس دعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا الله. خدا حافظ شما خواهران و برادران التماس دعا دارم از همه شما ان شاء الله. یا الله. خدا حافظ.